اکسسوری گل رو برای بافت کلاه زیبامون آموزش بدیم. شما میتونید با یه قلاب ریزتر انجام بدید. من با همین سایز قلابی که بافتم کارم رو در واقع ادامه میدم. یک حلقه جادویی ایجاد میکنم به این صورت، یه زنجیره میزنم، یه حلقه جادویی، یه زنجیره و یه پایه. ببینید این زنجیره هم معادل پایه کوتاه ماست. درست شد؟ وقتی این زنجیره رو زدم در واقع همون پایه کوتاه همه. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، دور حلقه میچرخم، روی حلقه میام و یه پایه کوتاه دیگه میزنم. درست شد؟ دوباره 1 2 3 2 و 3 روی حلقه یه پایه کوتاه میزنم اینطوری. خب 1 2 3 تا زنجیره، ببینید 3 تا زنجیره، دور حلقه یه پایه کوتاه میزنم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره، یه پایه کوتاه میزنم. خب ببین چند تا شد. یه فضاها رو میخوام بشمارم چون باید 4 بار 4 تا از این 3 تا زنجیره یه داشته باشم. نگاه کنید، یه دونه، 2 تا، 3 تا و 4 تا. تو 4 تا تمومش میکنم، 4 تا میکشم نخ جادوییم رو. درست شد؟ خب میرم داخل حلقه رو جمع میکنم به این صورت، میرم داخل فضای، ببینید این اولین فضای 3 زنجیره منه. میخوام قشنگ بازش بکنم که شما ببینید. خب میرم داخل فضای 3 زنجیره‌ای. خب یه پایه کوتاه، فضای 3 زنجیره‌ای، یه پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره و شروع میکنم 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3 توی همین فضا. خب دوباره یه زنجیره میزنم، یه پایه کوتاه. خب دوباره میرم تو فضای بعدی، ببینید یه پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره میزنم، 3 تا پایه بلند. 1 2 و 3 تا پایه بلند میزنم. دوباره تو همین فضا، ببینید توی همین فضا یه زنجیره میزنم، یه پایه کوتاه، در واقع میبندم گلبرگا رو. دوباره تو فضای بعدی یه پایه کوتاه، یه زنجیره، 3 تا پایه بلند. اینو روی هر 4 تا تکرار میکنم. ببینید 2 خب 3 و 4 تا، یه زنجیره، یه پایه کوتاه. میبینید گل من قشنگ در حال شکل گیریه. خب سومی، حالا میرم داخل 4می، یه پایه کوتاه، یه زنجیره و شروع میکنم به زدن پای بلند. 1 2 و 3 تا پایه بلند بزنید. خب یه زنجیره، یه پایه کوتاه به این صورت. ببینید اون رجع این اولیه بود که بافتیم. خب میگیرم بالاتر، این اولین رجی بود که 1 2 3 4 تا بود.
اینم 1 2 3 4 تا. این کار گل 6 برگ ما هستش که حالت 3 بعدی داره. خیلی جذاب و قشنگ شد. خب انتهای کار رو من یه بسته زیر میزنم. این بعد اون قضیه رو هم حل کنیم، نخرم زودتر بعد حل کنم چون این ور میره و من فکرم رو به هم میریزه. همینجا سرین رو بین کار مخفیش کنم. خب من یه دیره کوچیکم اینجا میزنم و کار رو کات میکنم. این دیگه به خاطر اینه که مقدار با اینکه ما داخل کار بردیم ولی یه مقدار وسواس فکریه دیگه. خب این تمام شد. این الان 4 تا گلبرگ داریم، درسته؟ خب میریم توی گلبرگ بعدی انتهای رجه یه بسته از زیر میزنم. بسته از زیر رو که زدم 4 تا زنجیره شروع میکنم به زدن. 2 3 4. ببینید ما توی هر در واقع فاصله رج قبل 3 تا پایه بلند بافتیم، درسته؟ حالا بین پایه اول و دوم گلبرگ رو برمیگردونیم و یه پایه بست میزنیم. ببینید، ببخشید پایه کوتاه میزنیم. 1 2 3 4. یکم میخوام نزدیکش کنم. خب ببینید ما 1 2 نگاه کنید 3 تا پایه بلند داریم. خب بین پایه اول و دوم اینطوری گلبرگ رو میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم. دوباره 1 2 3 4. هنرجویی که با من بافت ایرلندی رو گذروندن یا در حال گذروندن هستن این کارا رو دیگه خیلی راحت انجام میدن. یعنی متوجهن که قضیه از چه قراره. ببینید 3 تا پایه بلند بافته بودم، بین اول و دوم یه پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 تا زنجیر. خب میرم داخل گلبرگ بعدی بین اول و دوم پای بلند اول و دوم یه پایه کوتاه میبافم به این صورت. دوباره 1 2 3 4. خب 4 تا زنجیره میزنم. دوباره میام بین پایه اول و دوم یه پایه کوتاه میبافم. میبینید؟ خب یه بست میزنم بین اول و دوم یه پایه کوتاه، ولی دیگه این آخریش بود، ما اشتباه رفتیم. میایم یه جای پیدا میکنیم این زیرش یه بسته از زیر میزنیم. خب حالا میشمارم ببینیم چند تا حلقه زنجیر 4 تایی برای ما ایجاد شد. ببینید یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا و پنجمی. میبینید؟ و پنجمی. فکر میکنم این اولیه رو خیلی سفت بافتم. باشه اب نداره چون این میخواد زیر کار بمونه. این بسته از زیر رو یکم شلتر میزنم. ببینید این اولیه. خب یه بسته از زیر. حالا میریم برای رج 4. خب من
الان رج 2 3 4 فکر میکنم. میام توی فضای 4 زنجیره‌ای رج قبلی که ایجاد کرده بودم. خب من یکم اینو نزدیک کردم، بعضی وقتا به خطا میره محلی که دستمو میگیره. میام داخل این فضای 4 زنجیره‌ای یه پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره میزنم و شروع میکنم 5 تا پایه بلند میزنم. 1 2 3 خب 4 5 تا پایه بلند زدم. خب بعد میام یه زنجیره میزنم، مثل شروع کارم با پای کوتاه شروع شد دیگه، با پای کوتاه تموم میکنم. خب دوباره میرم 4 زنجیره بعدی، دوباره پایه کوتاه زنجیره، 5 تا پایه بلند میزنم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند زدم. دوباره یه زنجیره، قرینه ابتدای کارمون دیگه، با پای کوتاه تموم میشه. خب دوباره میرم داخل زنجیره 4 زنجیره بعدی، دوباره با یه پای کوتاه شروع میشه، یه زنجیره، 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه کوتاه. خب دوباره میرم اینجا، یه پایه کوتاه، یه زنجیره، 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه، ببخشید پای بلند میزنم، یه زنجیره، یه پای کوتاه، دقیقاً قرینه کاری که شروع کردیم. ببینید به چه حالت داره میشه گلمون. دوباره آخری با پایه کوتاه شروع میکنیم تو 4 زنجیره آخر، یه زنجیره، شروع میکنم به زدن 5 تا پایه بلند. 2 3 4 و 5 تا پایه بلند. خب یه زنجیره، یه پایه کوتاه. الان کار جمع شده بود توی دست من. ببینید چقدر زیبا شد گل ما. خب برای رج بعدی رو میخوایم ببافیم. یه بسته از زیر به گلبرگ بعدی میدم، انتهای کارمه، درسته؟ خب اینجا شروع میکنم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، کار رو دوباره برمیگردونم بین پای بلند 2 و 3. ببینید 1 2 3 4 5، بین 2 و 3 یه پایه کوتاه میزنم به این حال. دوباره 1 2 3 4 5، بین پای بلند 2 و 3 یه پایه کوتاه میزنم به این صورت. دوباره 1 2 3 4 5، بین پای بلند 2 خب و 3 یه پایه کوتاه میزنیم. ببینید بین این یه پایه کوتاه میزنم. دوباره 1 2 3 4 5. خب میرم داخل بین دومی و
یه پایه کوتاه میزنم. دوباره یک، ببینم آخریشه دیگه. آره. 1 2 3 4 5 بین دومی و خب ببین بین اولی و دومی و سومی الان میریم یه پایه کوتاه میزنم به این صورت. دوباره 1 2 3 4 5 میرم ابتدای کار زیر 5 تا زنجیره اول یه بسته زیر میزنم. تمام. فقط وقتی که این نخ دولایه است یکم ممکنه مثلا خانمه که یکم اولین بارشونه یکم اذیت بشن. خب به این صورت ببینید چقدر کار داره زیبایی خودش رو در میاره. تا اینجا حالا میشماریم. یک، ببینید 1 2 3 4 5 و 6. من همیشه انگار اولی‌ها رو که شروع کنم سفت میبافم. حالا شما سعی کنید به یه حال بخورید. ببینید میریم پشت کار. این 5 تا زنجیره هایی که زده بودیم پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره، شروع میکنم به بافت پایه بلند. چه تعدادی؟ 7 تا. 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پایه بلند زدم. خب دوباره یه زنجیره، یه پایه کوتاه که توی 5 تا زنجیره بستمش در واقع. دوباره میرم تو 5 زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره و شروع میکنم به بافت پایه بلند. 1 2 3 4. نخ من تموم شد. من باید یه اتصال نخ بدم. خب من اتصال نخم رو دادم. 1 2 3 4 5 6 7. 7 پایه بلند میزنم، یه زنجیره، یه پایه کوتاه. دوباره میرم داخل 5 زنجیره بعدی، یه پایه کوتاه، یه زنجیره، 7 پایه بلند میزنم. 1 2 3 4 5 6 و 7. یه زنجیره میزنم، میرم یه پایه کوتاه میبافم. ببینید دوباره میرم تو 5 زنجیره بعدی، یه پایه کوتاه، یه زنجیره و 1 2 3 4 5 خب 6 و 7. 7 پایه بلند میزنم، یه زنجیره، یه پایه کوتاه. قرینه هر آنچه که شروع کرد این حالت صدفی رو به ما میده. دوباره میرم برای 2 تا دیگه 5 تا زنجیره مونده. دوباره یه پایه کوتاه، یه زنجیره. خب 1 2 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره یه زنجیره میزنم،
میرم یه پایه کوتاه. خب دوباره میام اینجا یه پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره، 7 پایه بلند میزنیم، آخریشه 2 3 4 5 6 7 یه زنجیره میزنم، یه پایه کوتاه. کار گلبرگ من تموم شد. خب انتهای کار رو با یه بسته زیر به هم اتصال میدم به این صورت. خب این نخ من 2 لایه است. خب نخ در اومد دوست نداشتم، حالا با یه درجه ببینید یه بار دیگه میشمارم. 1 2 3 4 5 6 هفتمین پای بلندم میزنم، یه زنجیره، یه پای کوتاه، میرم توی اولین زنجیره رو به این صورت بسته زیرم رو میزنم. خب نخ رو کات میکنم به این صورت. البته نخ رو که کات کردم یه دونه میتونید یه کار دیگه هم انجام بدید برای انتهای این گل، همون روش که مثلا چند تا زنجیره بزنید